گایز خیلی خوش اومدید به پارت جدید بازی شبیه‌ساز وزیر امور خارجه. بچه‌ها پارت 2 بازی شبیه‌ساز وزیر امور خارجه رو اومدیم بدیم. من از بچه‌های آپارات معذرت خواهی میکنم که نتونستم پارت اولش براتون آپلود کنم، ولی تو یوتیوب آپلود کردم. گفتم بچه چون واقعا آپارات زمان میبره، ولی نگران نباشید امروز پارت اولش میذارم و پارت دومش هم تو یوتیوب میذارم. بچه قبل شروع یادتون نره کانال منو دنبال کنید، تو یوتیوب سابسکرایب، لایک ویدیو چه تو یوتیوب چه تو آپارات فراموش نشه، زنگولم فعال کنید، کامنت خوشگلم برام بذارید هم تو یوتیوب هم تو آپارات. دیگه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خبرنگاران سالهای خود را با موضوع تحریم از سخنگوی وزارت خواهند برد. برای لغو تحریما چه اقداماتی صورت گرفته؟ هیچی داشت، هیچ صورت نگرفته، هیچی ها. به نظر شما تحریم تو زندگی مردم تأثیر میذاره؟ قهوه یکی از محصولات محبوب و استراتژیک در دنیاست. در جنوب کشور ظرفیت کاشت و پرورش نهال قهوه وجود دارد. بعد 5 تا قهوه بیارم دیگه. این اتفاق عجیبیه که دو طرف انقدر سود ببرن. دیگه دادش منم دیگه. منم چه پیشنهاد خوبی دادی. آره یه پیشنهاد خوب من دادم. کی بده؟ نبیگو کی بده؟ نمیدونم چی بگم. ببین تو کار وزارت امور خارجه دخالت دازت کن سود این معامله برای طرف مقابله. این پیشنهاد منو به وجد میاره. بچه پارت اولش براتون آپلود میکنم. بچه یوتیوب میکنمش. آی من دیگر طلا مشت. من نه تو یوتیوب حمایت کنم بچه، نه تو آپارات. خیالتون راحت بچه لطفا من هم تو آپارات هم تو یوتیوب حمایت کنید. واقعا من هم تو آپارات هم تو یوتیوب حمایت کنید. واقعا بچه نیاز به حمایت شما قول دارم. بچه اگه من حمایت کنید قول میدم برم براتون ترقه بگیرم. برای چهارشنبه بریم تست کنیم ترقه ها رو. بچه میگم بچه من واقعا حمایت کنید، بریم ولاگ چهارشنبه سوری بگیریم، به شرطی که شما منو هم تو یوتیوب هم تو آپارات حمایت و دنبال کنید، کامنت بذارید و زنگوله هم فعال کنید دیگه. بریم. خدا قوت. امروز عجب جلسات سنگین و خسته کننده ای داشتیم. اگه مایل باشی بریم یکم استراحت کنیم. نه داشت ادامه و استراحت چیه؟ من خدا به سرشده استراحت نمیشنستم.
سوالات زیادی در ذهن مردم درباره برجام وجود دارد. امشب وزیر امور خارجه مهمان گفتگوی ویژه خبری خواهد. امشب درباره آینده برجام و همینطور رویکرد وزارت امور خارجه صحبت خواهد. برای احیای برجام چه اقدامی صورت گرفت؟ هیچی. برجامی بهتر داداش، برجامی بهتر. من نوکر برجامم. مشکل در احیای برجام چیست؟ خودم غیر قابل تبدیل. نه آره. ببین ارتباطم با آمریکا بردم بالا. آمریکا الدوست من. کرونا در کشور همه‌گیر شده. مردم نگران سلامتی خودشون و عزیزاشونن. نیاز به واردات باشه 14 تا پاکستان مرد مومن چطوری؟ 4 تا میدم برای هر دو طرف اتفاق خوبیه. ببین داداشم من خودم تا این بازیم. آره داداش بزن 890 سه تا لباس میگیرم ببین اینقدر بد بدی دیگه 8 4 تا 9 تا 10 تا 11 آمریکا داداش قبول کن ای مرد مرسی آمریکا عشق منه وای نه وای گردم وای اشکال نداره یه دونه لباس میخوام یه دونه این رو به من بده امکان نداره قبول کنم. طلاییه همش. حال میکنه خدا وکیلی. فوق‌العاده همش فوق‌العاده. بعد مقبولتم بره بالا ها. 87% مقبولیتمه. نایس. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید بچه ها. بازم نمیگم لطفاً من را حمایت کنید، هم از تو آپارات هم توی یوتیوب. بچه ها حالا میگید که روش حمایت چجوریه دیگه خودتون میدونید دیگه. بچه ها ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب و دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید و یه کامنت خوشگلم برای من بذارید. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر